تفاهمنامه بین انستیتوت تکنولوژی افغان، اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی، ریاست خدمات و املاک و ریاست امور متعلمین و معلمین به منظور دو هدف اساسی امضا شد. هدف اول ما ترانسپورتیشن یا موترهای اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی باید مطابق مسلک و رشته که کنار اداره ما قرار داریم و موقعیت جغرافیایی ما هست باید ترمیم شود. اینجا هدفی است که پولی که در بازار آزاد از طرف اداره به خاطر ترمیم موتر به مصرف می رسید او باید به مصرف نرسه و صرفه‌جویی اساسی صورت بگیره. دوم، اساسی ترین هدف ما این بود که محصل و متعلمی که در رشته موتر به شکل اساسی آموزش میبینه از صنف 10 جذب میشه و از صنف 14 فارغ میشه. 5 سال آموزش مسلکی رشته موتر میبینن یا باید وارد میدان عملی با جدیدترین موترها روبرو شود که شما هم فعلا میبینید در عقب ما یک موتر فورت است و 2013 مدلش است، از کشور امریکا است. هم مسئولین ما هم متعلمین ما ورژن های بسیار آپدیت و تازه موتر اینجا می آموزه.